دنیا رو نمیخوام، این شبا غریبه عوض شدم من این بار به خاطر تو، مراقب دلم باش. هیچ تلاشی واسه بهتر کردن زندگی هیچ زنی نکنید. اینا همین الان زندگیشون رو ایزی موده. تو نباشی یه 4 تا کسخل پیدا میشن که بخوان منابع و زمان و پول و انرژیشون رو در اختیارش بذارن. تو نگه دار، دو دستی نگه دار اون انرژی ارزشمندی که داری رو. انرژی به همه معانی، پولت، سکست، وقتت، احساست، تمام اینا رو دو دستی نگه دار، برای اینکه اینا میان واسه دزدیدن از تو. یعنی نظام انتخابیشون انقدر معوج شده و انقدر واقعا شیطانی شده، یعنی اینا دیگه دیمونیکن واقعا، که اینا فیلترهای اولیه‌شون اصلا منفیه. اینکه ببینه من میتونم این مردو بشکنم، ببینم من فقط با پست کردن یه عکس یا فرستادن 2 تا تکست میتونم کاری بکنم این رو بشقاب بیاد همینجوری تمام داراییاشو به من پیشکش کنه، و اگر من نتونم با اون اغوا کردن کنترلش بکنم، تازه ممکنه بخوام به سمت رابطه باش برم، و تازه اون رابطه تا کی ادامه داره؟ تا موقعی که بتونم کنترلشو بگیرم تو دست. چون همزمان منابعی که از بقیه مردم میگیرم قطع نشده، اونا هست و این برای من جالبه فقط به عنوان بازی. به خاطر همین زن الانی واقعا اون چیزه، چی میگم، پرسونل شیطانه در اجتماع. کاری جز نابود کردن رابطه نداره، کاری جز مصرف کردن مردا نداره، و میدونی با یه ارتش خیلی بزرگ هم نمیتونستی تو تمام مردای یه جامعه رو از بین ببری، و حالا دارن اینا این کارو میکنن، ذره ذره، یواش یواش. برنامه کلی این پلن جهانی اینا، ممکنه قبول نداشته باشی ولی پلن جهانی تمام اینا. همین الگوریتما میتونستن جور دیگه‌ای باشن که آدما رو به هم نزدیک کنن، ولی هدف این نیست. همونجور که یه زمانی مثلا هدف این بود که ما یه وسیله‌ای رو بسازیم برای اینکه سالهای طولانی کار کنه، یه یخچالی بسازیم 30 سال کار کنه، یه زمانی هدف این بود. ولی الان هدف اینه که چجوری وسیله‌ای بسازیم که اینا بازم بیشتر مصرف بکنن. تو ارتباط و روابط هم همین شده که زنها رو داستانای تو کله‌شون رو تغییر دادن و اینا رو تبدیل کردن به نیروهای منفی که شما رو مصرف میکنن. باید دو دستی بچسبی به اون منابعت و هیچ چیشو در اختیار اینا قرار ندی. با قطره چکون، چون اونی که به تو نزدیک میشه فقط برای شکستنت اومده، برای دزدیدن منابع و انرژیت اومده، برای از بین بردن وقتت اومده و برای آسیب زدن. یعنی اصلا چالش براشون، جدی براشون چالش. دختر الانی اصلا نمیاد که یه ارتباط سالمی رو شکل بده، میاد که ببینه آیا من میتونم این مردو بشکنم.